سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه هر جا هستید. رسیدیم به یونیت 4 کتاب آکسفورد ورد سکیلز سطح اینترمدییت. بریم سراغ درس امروزمون. I can talk about English punctuation. من میتونم راجع به علامت‌های نگارش انگلیسی صحبت کنم. punctuation یعنی نشانه گذاری های انگلیسی. بریم پارت A شو بخونیم. punctuation marks علائم نگارشی. Number 1 full stop. full stop یعنی نقطه. البته full stop توی بریتیش میشه نقطه، ولی معادل امریکنش هم میشه period. بذارید من اینجا براتون بنویسم. Number 2 comma. comma یعنی ویرگول. colon 2 تا نقطه که روی هم قرار داره. semicolon نقطه و ویرگولی که پایینش قرار داره. question mark علامت سوال. Number 5 question mark علامت سوال. Number 6 exclamation mark علامت تعجب. Number 7 apostrophe بچه apostrophe نه apostrophe. Number 8 hyphen این خط یه مقدار کوچیک‌تره و Number 9 dash. خیلیاتون این دوتا رو با هم اشتباه میگیرید و اکثرا این dash رو بهش میگن underline، ولی اسم اصلیش dash هستش. underline یعنی این خطی که زیر کلمه کشیده میشه. Number 10 brackets. brackets ها همون پرانتز های خودمونه. Number 11 slash and the last one quotation marks که البته دو نوع کوتیشن داریم، سینگل کوتیشن و دابل کوتیشن. دو تا تمرین این پایین بهمون داده، بریم انجامشون بدیم. Number 1 complete the words for the punctuation marks. اولی کاما، بعدی چی میشه؟ full stop. بعدی COL یا همون column. Number 3 HYP 3 تا هم جا خالی داریم. hyphen. Number 4 BRA یا همون brackets. Number 5 question mark. Number 6 exclamation mark. یکی دیگه هم اینجا داریم mark علامت تعجب. Number 7 semicolon and the last one APO یا همون apostrophe. این از تمرین اولش. تمرین دومش چی میخواد؟ What punctuation is used in 1 to 8 below? You don't need to repeat full stop each time. خب میگه که کدوم یکی از علامت‌های ما توی این جمله ها استفاده شدن و آخرش میگه که لازم نیست که فول استاپ رو ریپیت کنید، یعنی اگر نقطه توی هر جمله اومده لازم نیست همش بگین فول استاپ. دقت کنید ببینید به جز نقطه دیگه چه علامتی توی جمله به کار رفته. We went home early. چه علائمی اینجا به کار برده شده؟ فقط نقطه، پس می‌نویسیم فول استاپ. Number 1 She had long blonde hair. خب چه علائمی شما به جز فول استاپ اینجا می‌بینید؟ ویرگول چی میشد؟ colon. Number 2 What are you doing? علامت بعدی ما علامت سواله که میشد question mark. Number 3 Congratulations. علامت تعجب که میشد exclamation mark. Number 4 It's too late. خیلی دیره. خب شما به جز فول استاپ دیگه چی میبینید؟ apostrophe.
Number 5. I looked in the fridge. It was empty. یخچال رو نگاه کردم. اون خالی بود. خب به جز فول استاپ ما یه دونه نقطه ویرگول میبینیم که میشد سمیکالن. Number 6. Someone, not me, left the door open. یک نفر، من نه، در رو باز گذاشته. علائمی که اینجا استفاده کرده پرانتز هست که پرانتز میشد brackets. Number 7. A 5-minute walk and he still took a taxi. میگه یه 5 دقیقه پیاده روی داره و اون هنوز تاکسی میگیره. خب ما اینجا 2 تا علامت داریم. این اولیه گفتیم چی میشه؟ میشه هایفن. یه خط تیره خیلی کوچیکه. و خط تیره که بعدی واسمون کشیده یکم بلندتره که میشد دش. And the last one, it's only me, he said. اینجا 3 تا جای خالی داره، یعنی ما باید 3 تا پانکچویشن پیدا کنیم. ما 2 تا کوتیشن مارک داریم. پانکچویشن بعدی اینجا یه دونه آپاستروفی داریم. آخرین علامتی که میبینیم علامت کاما هستش که این 2 تا عبارت رو بینشون فاصله انداخته. پس کاما. خب اینم از تمرین دوم. میریم سراغ پارت بی که کاربردهای هر کدوم از اینا رو واسمون توضیح داده. یکم صفحه بزرگ کنم. اول یه دور از روش میخونم، بعد بریم سراغ معنی کردنش. Some important punctuation rules. A full stop is used at the end of a sentence that is not a question or an exclamation, and is sometimes used in abbreviations. Each new sentence must begin with a capital letter. A comma in writing is like a pause in speech. It is used to separate parts of a sentence. For example, after we left, someone tried to phone us. Between adjectives, for example, a big, expensive car. To separate words in a list, though it is often omitted before end. For example, I went to France, Germany, Italy, and Spain. When words or phrases interrupt the normal progression of a sentence. For example, I decided, however, that I needed something to eat first. A colon is often used to introduce further details, such as an explanation or a list. For example, the shop is full of antiques, dining tables, chairs, wardrobes, mirrors, and so on. A semicolon is sometimes used instead of a full stop when 2 sentences are very closely connected, or to separate 2 main clauses, especially ones that aren't joined by a conjunction such as and or but. For example, I went round this morning, nobody was there. A slash separates words or phrases that are alternatives, for example, single or married. A full stop is used at the end of a sentence that is not a question or an exclamation. میگه یک فول استاپ یا همون نقطه استفاده میشه در آخر جمله. اون جمله سوالی نباشه و یه جمله تعجبی هم نباشه. And is sometimes used in abbreviation و یه زمانهایی هم داخل مخفف ها به کار میره. Abbreviations یعنی مخفف ها یا کوتاه شده هر کلمه. Each new sentence must begin with a capital letter. میگه هر جمله باید آغاز بشه با حرف بزرگ. پس دقت کنید وقتی که میخواین جملتون رو شروع کنید به نوشتن حتما اولین کلمتون باید حرفش بزرگ باشه یا کپیتال لتر باشه. خب بخش بعدی A comma in writing is like a pause in speech. یک کاما یا یک ویرگول توی نوشتن مثل پاز یا یک وقفه توی سخنرانی. speech یعنی سخنرانی، پاز هم یعنی وقفه. It is used، حالا کاربرداشو میخواد اینجا بهمون بگه. To separate parts of a sentence. Separate یعنی قطع کردن، جدا کردن.
میگه برای جدا کردن بخش‌های یک جمله. For example, after we left, someone tried to phone us. وقتی که ما از اونجا رفتیم، یکی سعی کرد که با ما تماس بگیره. پس اگه دقت کنید اینجا یه دونه کاما براتون آورده. دو تا بخش جمله‌مون رو قطع کرده یا اصلا جدا کرده. Between adjectives. بین صفت‌ها. For example, a big expensive car. ماشین بزرگ گرون. To separate words in a list. برای جدا کردن کلماتی که داخل یک لیست آورده میشن. Though it is often omitted before and. برای جدا کردن کلمه ها توی یک لیست به کار میره. یعنی though یعنی اگرچه. It is often omitted. اون اغلب حذف میشه. بچه omitted یعنی حذف کردن یه چیزی، شامل نکردن یه چیزی. Before and قبل از کلمه and. مثالش رو نگاه کنید. I went to France, Germany, Italy and Spain. لیست 4 تا از کشورهایی که رفته رو واسمون آورده، بین هر کدوم یک کاما گذاشته. ولی قبل از آخرین کشور یا حالا کلمه‌ای که به کار برده، به جای کاما از and استفاده کرد. When words or phrases interrupt the normal progression of a sentence. کلمات یا عبارات interrupt the normal. interrupt یعنی وسط یه کاری یه چیزی متوقف بشه، دیگه ادامه پیدا نکنه. For example, I decided, however, that I needed something to eat first. میگه من تصمیم گرفتم, however, that I needed something to eat first. هرچند که من لازم دارم اول یه چیزی بخورم. پس از ادامه جمله، از ادامه پیشرفتی جمله جلوگیری شده، استاپ شده جملمون و بعدش یه چیز دیگه گفته شده. قسمت بعدی. A colon is often used to introduce further details. میگه کالن یا دو نقطه اغلب استفاده میشه برای معرفی دیتیل اضافه. further یعنی اضافه، زائد. details هم که یعنی جزئیات. such as an explanation or a list. که حاوی یک توضیح میشه. explanation یعنی توضیح یا یه لیست. بریم مثالش رو بخونیم. The shop is full of antiques. خب یه دونه کالن آورده. اون در واقع شاپ یا اون مغازه پر از چیزای آنتیک بود. خب حالا میخواد یه لیست از اجناس مغازه میخواد به ما بگه. dining table میزهای غذاخوری، chairs صندلی ها، wardrobes به کمدهای بزرگی که توش لباس آویزون میکنن میگن. کمدهای معمولی نه، مثل حالت کمد دیواری خودمون، توش یه رگال داره و لباس آویزون میکنن، بهشون میگن wardrobes. mirrors آینه ها and so on و نظیر اون. پس برای اینکه یه توضیحی یا یه لیستی از چیزهای مختلف بدیم از کالن استفاده میکنیم. A semicolon is sometimes used instead of a full stop when two sentences are very closely connected. یک سمیکالن یا یه دونه نقطه ویرگول یه سری وقتا استفاده میشه instead of یعنی به جای a full stop یک نقطه when two sentences are very closely connected به طرز خیلی دقیقی یا نزدیکی. closely یعنی خیلی دقیق، خیلی نزدیک طور. connected به هم مرتبطن. or to separate two main clauses یا برای جدا کردن دو بخش اصلی یک جمله. clauses یعنی یک بخشی از یک جمله. especially ones that aren't joined by a conjunction such as and or but. میگه مخصوصا اینکه یکی از اونا به اون یکی متصل نشده باشه، joined نداده باشه، by a conjunction از طریق یک پیوستگی. بچه conjunction یعنی پیوستگی. اینجا منظورش همون حروف ربط ما هستن. such as مثل and or but و یا اما. For example, I went around this morning. Nobody was there. من صبح رفتم بیرون ولی هیچکی اونجا نبود. این دو تا جمله ما از طریق یک کانجانکشن مثل and یا but به همدیگه پیوند داده نشدن. پس اومده از یه دونه سمیکالن یا نقطه خط استفاده کرده. slash separates words or phrases that are alternatives. میگه یه اسلش کلمات و عبارات رو از هم جدا میکنه که اونا انتخابی باشن.
alternatives یعنی انتخابی. For example میخوایم بگیم که بین این دوتا یکی رو انتخاب کن. single or married. اینم از توضیح هر کدوم و میریم سراغ گلاسری. خب میریم سراغ گلاسری. کلمه اول abbreviation. abbreviation گفتیم a short form of a word. یک فرم کوتاه شده ای از یک کلمه یا همون مخفف. For example AM is an abbreviation meaning in the morning. میگه که کلمه AM یک abbreviation هستش که به معنی صبح. Capital letter A, B, C are capital letters. A, B, C که به صورت بزرگ نوشته شدن are capital letters. در فرم بزرگش نوشته شده و این A, B, C که کوچیک نوشته شده A, B, C هم که کوچیک نوشته شدن are small letters. Pause. A short period of time when somebody stops talking. یک زمان کوتاهی که یه نفر بین صحبتش وقفه انداخته. پس پاز میشه وقفه بین صحبت کردن. Separate somebody or something. Keep people or things away from each other. یا افراد رو یا چیزها رو از هم دور میکنه. بینشون فاصله میندازه. و سینونیمش هم میشه divide somebody or something. List. A series of names, items or numbers. یک سری از اسم‌ها، آیتم‌ها یا عددها. For example, a shopping list or a list of countries. یه لیست خرید یا یک لیست از کشورها. Omit something. Omit something گفتیم یعنی حذف کردن یه چیزی که استایل این کلمه فرمال هست، یعنی رسمیه. If you omit something, you don't include it. اگه شما یک چیزی رو حذف کنین یعنی شما اونو شامل نمی کنین. سینونیمش هم میشه leave something out. Interrupt something, occur in the middle of something and stop it continuing. گفتیم interrupt یعنی فرآیند یک کاری رو کلا قطع میکنیم، دیگه ادامه نمیدیم. Occur in the middle of something, occur یعنی رخ دادن. میگه زمانی که یه چیزی داره اتفاق میفته وسطش اون کار از ادامه دادن استاپ میشه. کلمه بعدی details. Small pieces of information about something. بخش های کوچیکی از اطلاعات راجع به یک چیزی بهش میگن جزئیات یا details. Instead of یعنی somebody or something یک شخصی یا یک چیزی رو به جای یک شخص یا یک چیز دیگه میذاریم. میشه instead of. Connect something. Put two or more things together. یعنی وصل کردن دو یا چند تا چیز به هم دیگه که سینونیمش هم میشه join something. Such as. You use such as to introduce an example. شما از such as استفاده میکنین که یک مثالی رو در واقع معرفی کنید که سینونیمش هم میشه like. گفتیم such as و like یعنی مثل، نظیر. و کلمه آخر alternative. Alternative یعنی انتخابی، یه چیزی که بینش باید انتخاب کنیم. One of two or more things that you can choose between. یک یا دو تا چیزی که میتونید بینشون انتخاب کنید. خب اینم از گلاسری. بریم سراغ تمرین بخش دوممون. Complete sentence. باید با کلماتی که یاد گرفتیم جمله هامون رو کامل کنیم. نمونه‌ای که خودش آورده چیه؟ Sentences have to begin with a capital letter. جمله ها باید با حروف بزرگ شروع بشن. Capital letter. I wrote a blank of irregular verbs in my notebook. من نوشتم یک چیزی از افعال بی‌قاعده توی دفترم. خب وقتی که ما یک سری از یک چیزی رو یه جا می نویسیم در واقع داریم ازش یه لیست تهیه می کنیم. پس جای خالی اول میشه لیست. Number 2. I would use this dictionary blank of the other one. It's much better. میگه من باید از این دیکشنری به جای اون یکی استفاده کنم. این خیلی بهتره. خب گفتیم وقتی میخوایم به جای یه چیزی از چیز دیگه استفاده کنیم چی میگیم؟ میگیم instead of. اینش رو فراموش کردم. instead of. Number 3. We often use and or but to blank two parts of a sentence. میگه که ما اغلب از کلمه and و but استفاده میکنیم که دو تا جمله رو به هم ربط بدیم.
and و but گفتیم کانجانکشنن، حروف ربطن. پس ربط دادن و وصل کردن دو کلمه چی میشه؟ join یا connect or connect. Number 4. In this application form, you have to give blank of your work experience. میگه توی این فرم اپلیکیشن شما باید به ما بدین یک چیزهایی از تجربه کاریتون. میخوایم که یه سری جزئیاتی از تجربه کاری داخل فرم بنویسید. جزئیات چی میشد؟ میشد details. Number 5. I asked her to marry me. There was a long blank and finally she said yes. میگه که من از اون درخواست ازدواج کردم، خیلی طولانی بود و بالاخره اون گفت بله. وقتی که بین یه صحبتی، یه اتفاقی، یه وقفه پیش میاد میگیم pause. Prep is a blank of preposition. اینجا مخفف شده، کوتاه شده این کلمه و آخرش هم اگه ببینید یه فول استاپ داره. پس این کلمه مخفف و کوتاه شده است. گفتیم مخفف چی میشه؟ میشه abbreviation. Number 7. You need to use more adjectives. Blank as beautiful, delightful and attractive. میگه تو نیاز داری که از adjective های صفت های بیشتری استفاده کنی، مثل beautiful, delightful و attractive. خب. ما میخوایم یه سری مثال های دیگر رو معرفی کنیم یا توی جملمون بگیم. پس از کلمه such as استفاده میکنیم. Number 8. The teacher said we can blank out exercise 5 and go on to exercise 6. میگه که معلم گفتش که ما میتونیم از تمرین 5 بریم به تمرین 6. خب یعنی اینجا یه جورای تمرین 5 رو حذفش کرده، ازش گذشته. پس گفتیم که حذف کردن میشه چی؟ omit. ولی چون اینجا out آورده باید سینونیم omit رو بنویسیم. پس بلانک ما میشه leave out exercise 5. Number 9. You can use brackets to blank extra information from the rest of the sentence. میگه شما میتونید از براکت یا پرانتز استفاده کنید. rest of something میشه بقیه یک چیزی. اینجا هم گفته rest of the sentence یعنی بقیه جمله. میخوایم یه سری اطلاعات رو جدا کنیم. جدا کردن میشد separate. خب یه نکته راجع به separate بگم. اگه separate در حالت verb بیاد پرونانسیشنش میشه separate، ولی اگه در حالت adjective ما بخوایم ازش استفاده کنیم میشه separate. دیگه separate خونده نمیشه، پس اینجاش رو دقت کنید. Number 10. The director had to blank the lesson to tell us to leave the building quickly. کارگردان باید درس دادن رو متوقف میکرد که به ما بگه سریعاً از ساختمون خارج بشیم. وقتی ما بین یک کاری باید قطعش کنیم و دیگه انجامش ندیم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم interrupt میکنیم. پس میگه had to interrupt the lesson. Number 11. You could blank the two sentences into one by using so. ما میخوایم دوتا جمله رو به یک جمله تبدیل کنیم با استفاده از conjunction so، حرف ربط so. خب وقتی که ما میخوایم دوتا جمله که از هم جداان رو به هم دیگه بستشون کنیم، داریم چیکارشون میکنیم؟ داریم join میکنیم. Number 12. You can use a full stop but the is that you use a semicolon. میگه که تو میتونی از یه فول استاپ یا یه نقطه استفاده کنی، ولی تو میتونی از یه سمیکالن هم انتخاب کنی، یعنی تو حق انتخاب داری. پس گفتیم که انتخاب کردن از بین دو یا چند تا چیز چی میشه؟ میشه alternative. تمرین بعدی میگه که find pairs of words in the box that go together for a reason. Write a sentence about them. میخواد که ما ارتباط بین دو تا کلمه توی این باکس رو پیدا کنیم و راجبشون یه جمله بنویسیم. بریم ببینیم نمونهش رو چجوری نوشته. Such as and like mean the same thing. میگه کلمه such as و like یه معنی رو میدن یا سینونیم هم دیگه. خب بریم کلمات مرتبط رو توی باکس پیدا کنیم. Abbreviation با PM. در واقع PM یه abbreviationه. پس میتونیم جمله‌مون رو اینطوری بنویسیم.
PM is an abbreviation. مثلا کلمه separate و divide جفتش به معنی جدا کردنه. quotation separate and دوباره quotation divide mean the same thing. بعدی دیتیل و اینفورمیشن. دیتیلز که میشه جزئیات، بخشای کوچیکی از اطلاعات ما هستن. پس اینطوری میتونیم جمله‌مون رو بنویسیم که details omit و leave out. گفتیم که omit و leave out جفتشون به معنی حذف کردنه. پس اینجا ما join و connect رو داریم. join و connect هم یه معنی رو میده. پس برای join و connect هم همین جمله رو می‌نویسیم. کاما و فول استاپ رو داریم. جفتشون یک علامت نگارشی هستن. پس میتونیم بگیم کاما and full stop are marks. خب اینم از این تمرین. میریم سراغ تمرین آخر. What punctuation is missing and where؟ چه علامتی نیست و کجا نیست؟ جمله اول She works in Bristol. کلمه she باید با اس بزرگ شروع بشه. اینجا از small letter استفاده کرده. The capital letter at the beginning of sentence. تمرین دوم He is a tall, thin boy. اون یه پسر قد بلند و خیلی لاغره. ما توی یه جمله دو تا ادجکتیو یعنی تال و thin رو کنار هم داریم، ولی ما باید بین دو تا ادجکتیو در واقع کاما استفاده کنیم یا ویرگول استفاده کنیم. پس یه کاما فراموش شده. The book isn't on the table which is correct. میگه کدوم یکی از این پروپوزیشن ها درسته؟ کتاب is in the table یا on the table. خب گفتیم وقتی که بخوایم بین دو یا چند چیز یه چیزی رو انتخاب کنیم حتما وسطش یه اسلش میاریم. یعنی وسط این و آن باید یه دونه اسلش میذاشت. پس number 4 we have two choices. Stay here and wait or go and look for them. میگه که ما دو تا انتخاب داریم. اینجا بمونیم و صبر کنیم که بریم و دنبالشون بگردیم. We have two choices. خب میگه ما دو تا انتخاب داریم. وقتی که ما میخوایم لیستی از یه سری حالا چیزای مختلف رو بگیم یا یه سری توضیحاتی رو بدیم معمولا بعد از دو نقطه استفاده کنیم. پس اینجا کالن رو فراموش کرده. پس When we arrived, we went straight to a restaurant. میگه وقتی که ما رسیدیم مستقیما رفتیم به یه رستوران. برای اینکه یه وقفه کوتاهی بین arrived و بقیه جمله اضافه کنیم از یه دونه ویرگول یا کاما باید استفاده کنیم. Number 6. This is my boyfriend's watch. میگه این ساعت دوست پسر منه. این اسی که اینجا آمده اسم مالکیته که بگه این ساعت برای دوست پسرمه. اسم مالکیت هم همیشه قبلش آپاستروفی میاد. پس یه آپاستروفی فراموش شد. Number 7. After that, fortunately, we had no more problems. بعد از اون خوشبختانه ما دیگه مشکلات بیشتری نداشتیم. بعد از after that باید یه کاما بیاریم و بعد جمله‌مون رو ادامه بدیم. And the last one, we couldn't get in. The door was locked. ما نمیتونیم بیاییم تو، در قفله. بعد از get in باید کاما بیاریم، یکم مکس کنیم و بعد دلیل اینکه نمیتونیم داخل بیاییم هم
بگیم. پس دوباره یه دونه کاما فراموش شده. تمام تمریناشو با هم انجام دادیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. See you next session and take care yourself.